اسکلتال ماسل سیرکولیشن صحبت میکنیم و خیلی این موضوع مهمه به خاطر اینکه ما با توجه به همین سیرکولیشنی که تو اسکلتال ماسله میتونیم بفهمیم که فعالیت قلب چطوریه. مثلا وقتی وارد کلینیک میشین با یه سری منوورایی که انجام میدیم با تغییر فشار روی قلب میتونیم با تغییر کانترکشن ماسلا میتونیم فشار روی قلب رو متوجه بشیم. حالا بیشتر واسهتون توضیح میدم. پس این تاپیک خیلی تاپیک مهمیه. بریم ببینیم چی میگه. اولا نکته مهم اینه که بدونیم که بدن ما یه مکانیزم خیلی اسمارتی داره. این مکانیزم اسمارت یعنی چی؟ یعنی اگر یه جایی یه ارگانی تو بدن ما احتیاج به خون نداشته باشه خب بهش خون نمیده، یا فقط در حد یه چیز بخور نمیر به قولم بهش میده که فقط تیشوهاش زنده بمونن، نمیده که واسه فعالیت زیاد. واسه همین اسکلتال ماسل وقتی تو حالت ریلکس هستن و فعالیتی ندارن خون کمی بهشون میرسه و وقتی اکتیو میشن مثل تو دویدن، تو ورزش کردن های سنگین، خون خیلی بیشتری وارد اون ماسلا میشه. همینطور که میبینید خونی که در حالت رست وارد ماسل میشه 5 تا 10 میلی لیتر به 100 گرم ماسل تو 1 دقیقه، ولی وقتی اکسرسایز میکنیم این تا 50 برابر میتونه بیشتر بشه و تا 250 میلی لیتر به 100 گرم ماسل تو یمین برسه. یعنی همونطور که میبینید بین 25 تا 50 برابر از حالت رست میتونه بیشتر بشه. حالا وقتی شما آناتومی ماسل رو نگاه میکنید، اول میدونید که یه شکلی هست، شما از دبیرستان هم دیدیم که یه فایبر ماسل، بعد این میاد کوچیکتر میشه، مثلا یونیت های کوچیک میشه و این آرتریولایی که ما توی بدنمون داریم در واقع اینا رو دارن سوپلای میکنن و ترمینال آرتریول همونایی که بعدش وارد متا آرتریول میشن و کپیلری بد رو تشکیل میدن. و اگه یادتون باشه ما یه اسفینکتری داشتیم روی متا آرتریولا که کپیلری رو پرفیوز میکردن. تو حالت رست این اسفینکترها کانترکتن، واسه همین خون وارد کپیلری نمیشه و خون فقط رد میشه. خیلی خوب مایچا احتیاج ندارن وقتی تو رستن که خون زیادی واردشون بشه دیگه. پس این کپیلری بدایی که ما میگیم، این ترمینال آرتریولا که میان کپیلری بدا رو تشکیل میدن و هر 15 تا 20 تا از این کپیلری ها میشه یه دونه مایکروواسکولار یونیت که با توجه به یه دونه ترمینال آرتریول سوپلای میشن. و گفتیم که وقتی نیازی به سوپلای شدن این کپیلری ها نیست اونا پرفیوز نمیشن و تو اکسرسایزن که اینا امکان داره اکتیو بشن و پرفیوز بشن. بریم ببینیم که رگولیشن حالا این مکانیزمی که ما میگیم وقتی اکسرسایز میکنیم خون بیشتری میره توش چجوریه. کلا اسکلتال ماسل با توجه به متابولایت هایی که توی مایچه درست میشن باعث میشن وازودایلیشن و خون واردشون بشه. خیلی هم منطقیه، ما راجعش صحبت کردیم دیگه. وقتی ماسل اکتیویتی زیاد میشه اکسیژن بیشتری مصرف میکنه، پس اگه اکسیژن لولش کم شه اینا ویزودایلیت میشن. یا مثلا اگر لاکتیک اسید زیاد بشه، لاکتیک اسید چیه؟ لاکتیک اسید یک ماده اسیدیه که در انتهای انیروبیک اکسرسایز درست میشه دیگه و علت درد مایچه همینه. مثلا دیدی یکی میره ورزش میکنه و بعد یه مدتی مایچه دستش درد میگیره و اینا، دلیلش اینه که لاکتیک اسید اونجا جمع میشه و امکان بیرون رفتن نداره و باعث درد میشه. پس لاکتیک اسید هم که زیاد شه وازودایلیشن رخ میده و نشون میده که اون مایچه داره فعالیت میکنه، پس خون بیشتری واردش میشه. یه ویزودایلیتور خیلی مهم آدنوزین در واقع میتونه میزان انرژی داخل مایچه رو بفهمه دیگه، میتونه بفهمه چقدر ATP داره مصرف میشه و وقتی آدنوزین ترشح میشه یعنی اونجا اکتیویتی زیاده، مایچه احتیاج به ATP و انرژی دارن، در نتیجه ویزودایلیشن رخ میده و این ویزودایلیشنش میتونه تا 2 ساعت پیش بره. و بقیه ویزودایلیتورها پتاسیم آیون، ATP، لاکتیک اسید و زیاد شدن CO2. عامل دومی که میتونه اسکلتال ماسل رو کنترل کنه نورال رگولیشنه. پس اولیش لوکال رگولیشنی بود که متابولایت های درست میکردن، دومیش نورال رگولیشنه. این خیلی مهمه.
نورپینفرین و اپینفرین اینا میتونن باعث ویزو کانستریکشن و ویزو دایلیشن شن. اگه نورپینفرین ترشح شه اینا آلفا 1 رسپتورها رو اکتیو میکنن و ویزو کانستریکشن باعث ویزو کانستریکشن میشن و اپینفرین روی بتا 1 آدرژنیک رسپتورها باعث ویزو دایلیشن میشه، ولی بتا 1 مال قلبه، بتا 2 مال بقیه ماهیچه ها هست. اینجا من نوشتم بتا 1 این مال قلبه، بتا 2 رسپتورها مال بقیه ارگانا هستن و باعث ویزو دایلیشن اونجا میشه. حالا من اگه یادتون باشه یه مثال واسهتون زدم اول اینکه ما لکچر رو شروع کردیم، گفتم اسکلتال ماسل خیلی مهمه به خاطر اینکه میتونه فشار روی قلب رو تنظیم کنه، میتونه بلاد پرشر رو کنترل کنه. حالا یعنی چی این موضوع؟ چه ربطی اصلا داره؟ خب 1/3 بدن ما مایچه است دیگه. شما هر جای بدنتون نگاه کنید مایچه میبینید. 1/3 بدن ما مایچه است و من یه نکته مهم گفتم که اگر احتیاج به خون رسانی به این بخشا نباشه، خب خونی واردشون نمیشه، پرفیوز نمیشن و اگر این ماسلا اکتیو شن پرفیوز میشن. پس یعنی چی؟ یعنی که بدن میتونه کنترل کنه که چه میزان خون وارد بشه. حالا فرض کنید که ما یه بلاد پرشری داریم که تو بدن داره میچرخه، حالا یه دفعه این بلاد فلوی که تو خون داره میچرخه متوجه شه که یه بخش بزرگ از بدن فعال شده، خونه میره اونجا، در نتیجه چی میشه؟ توی توتال پریفرال رزیستنسی که وجود داره تغییر ایجاد میشه دیگه. این توتال پریفرال رزیستنس وقتی تغییر ایجاد بشه در نتیجه فشاری که رو قلب میاد، همون افترلودی که تو قلب ما خوندیم، افترلود تغییر میکنه دیگه، فشار تغییر میکنه. حالا چه جوری اتفاقا میفته؟ یه نکته مهم، یه سیستم دفاعی بدن در مقابل با بالا رفتن بیش از حد بلاد پرشر همین مایچه هست. چجوری؟ ما یه سری بارا رسپتور داریم، مثلا کاروتید ساینوس داخل کاروتید ما، این توانایی اینا داره که متوجه شه که بلاد پرشر رفته بالا. چرا؟ چون که فشار زیادی از قلب یه دفعه میره بیرون و به این سنسورها به صورت مکانیکی فشار میاره و اینا میفهمن که آقا بلاد پرشر خیلی بالاه، چیکار کنیم چیکار نکنیم؟ میگن بیایم این خون اضافی رو بفرستیم تو مایچه، خون اضافی رو میفرستیم تو مایچه تا بلاد پرشر بیاد پایین. بلکه بهتر بفهمید بچه این گراف رو نگاه کنید، این بلاد پرشر تو حالت عادی بین 80 تا 120 80 تا 120 در نتیجه ماسل بلاد فلو هم در همون رنج میچرخه. ولی حالا یه دفعه بلاد پرشر میره بالا، اولین اتفاقی که میفته بلاد فلو تو این ماسلا کم میشه، چون بلاد پرشر رفته بالا، سوپرایز شده. بعد که این بارا رسپتورها فهمیدن میان چیکار میکنن؟ میگن که آقا بیاین خون رو بفرستیم تو ماهیچه دیگه. در نتیجه خون رو میفرستن تو ماهیچه، میبینید بلاد فلوی که تو ماهیچه میره خیلی زیاد میشه و بلاد پرشر دوباره میاد پایین. پس یه مکانیزم خیلی خوبیه دیگه و در واقع این اتفاق میفته. و این ویزو دایلیشنی که با این بارا رسپتورها درست میشه چجوریه؟ با اینهیبیت کردن قسمت ویزو کانستریکتور سیمپاتیک اکتیویتی دیگه، همون آلفا 1 رسپتورها. آلفا 1 ها اینهیبیت میشن، ویزو کانستریکشن رخ نمیده، ویزو دایلیشن رخ میده، این خونه شیفت میشه میره اونجا. و گفتیم که به خاطر که 1/3 بدن ما هیچ هست، پس این مایچه ها قدرت زیادی تو افکت گذاشتن روی توتال پریفرال رزिस्टنس دارن و روی وینوس روی سیستم وینوس ما. ببینید بچه، بیشتر خونی که تو بدن ما هست تو وینای ما ذخیره شده. چرا؟ چون اینا حالت ارتجاعی دارن و کلا وینا این حالت اینا دارن که میتونن خون رو تو خودشون جمع کنن و وقتی بدن احتیاج به این خونه داره اینا جمع میشن دیگه. حالا فکر کنید ما مثلا تو حالت ریلکسیم یا بلند میشیم شروع میکنیم دویدن، بدنه میگه ای وای من خون ندارم، چیکار کنم؟ خونه چجوری بفرستم تو مایچه، چجوری به بدن خون رسانه کنم؟ میگه آها من این سری خون ذخیره کرده بودم تو وینوس سیستم، بیام والای این ونوسا رو کانترکت کنم، این خونه بیاد تو قلب پمپ شه بره تو ارگانای مختلف. پس از این دو طریق این ماهیچه میتونن کنترل کنن خونه، هم از طریق تاثیر گذاشتن رو ونوس و ریفیل کردن قلب و همچنین توتال پریفرال رزिस्टنس یا همون افترلودی که روی قلب وجود داره. حالا تو اکسرسایز در واقع چه اتفاقی میافته؟ چجوری تو اکسرسایز این مایچا پرفیوز میشن و چجوری رگولیت میشن؟ از طریق 3 تا مکانیزم. 1 اثر سیمپاتیک، 2 با بالا رفتن بلاد پرشر، یعنی مثلا شما وقتی یکی داره ورزش میکنه بلاد پرشرش رو چک کنین، یعنی بلاد پرشر رفته بالاتر. چرا؟ چون خونه بیشتر داره میره تو ماهیچه ها و بدن
خونی که ذخیره کرده بوده رو شیفت کرده تو سیستم سیرکولیتوری دیگه. وقتی شیفتش کرده تو سیستم سیرکولیتوری در نتیجه بلاد پرشر هم میره بالاتر دیگه. و سومیش کاردیاک اوتپوت، همونطور که گفتیم وینوس ها کانترکت میشن، پریلود زیاد میشه، در نتیجه کاردیاک اوتپوت میره بالا. حالا سیمپاتیک این اکتیویشن چجوریه؟ وقتی ما ورزش میکنیم خب بدن میفهمه که احتیاج به ارگانا احتیاج به خون بیشتر دارن، اون اسفینکترهای پریکاپیلریا ویزودایلیت شدن، متابولایت ها ریلیز شدن، در نتیجه بدن یهو خون بیشتری باید بفرسته تو این ارگانا دیگه. پس هارت ریت میره بالا که این کارو بکنه. هارت ریت که میره بالا اثر نگاتیو میذاره رو ویگوس نرو، در نتیجه پاراسیمپاتیک اینهیبیت میشه، سیمپاتیک اکتیو میشه، لوکال افکت هم بوده، پس بلاد میره توی اکتیو ماسلا دیگه و ماسل والای داخل وین هم اینا هم کانترکت میکنن، خون رو میفرستن تو قلب. و یه نکته خیلی مهم بچه، ما گفتیم که خون وقتی مایچا اکتیو میشن تو بقیه ارگانا سعی میکنن کمتر برن و بیشتر تمرکزشون رو میذارن رو اکتیو ماسلا دیگه. مثلا میگه که آقا من الان که غذا که نمیخورم، چرا خون رو بفرستم تو سیستم گوارشی؟ همون خونی که میخواستم بفرستم تو سیستم گوارشی بخور نمیرش میکنم که سلولاش نمیرن، بقیه خونه رو میفرستم تو مایچه که الان داره فعالیت میکنه اکتیوه. ولی دو تا سیستم هستن که این حرفا حالیشون نمیشه. میگه آقا من خونم رو میخوام، من کارم سنگینه، کارم مهمه و من خونه بدین. یکی سیستم سربرال واسکولار، یکی سیستم کرونری، این دوتا حالیشون نمیشه این حرفا. میگه آقا من خونم رو میخوام، من خونو بدین، من کارم مهمه. پس کرونری و سربرال واسکولار بدا از این موضوعی که خون رسانی بهشون کم میشه موقع اکتیو شدن ماسلا معاف هستن، خون خودشون رو همیشه به اندازه کافی میگیرن. و اینکریز بلاد پرشر، خب سیمپاتیک نروس سیستم که اکتیو بشه چی میشه؟ بلاد پرشر میره بالاتر دیگه، خیلی چیز منطقیه. و سومیش هم اینه کاردیاک اوتپوت، اون هم توضیح دادیم، این وینا کانترکت میشن، پریلود بیشتر میشه. و نکته بعدی اینه که ما وقتی داریم اکسرسایز میکنیم، داریم ورزش میکنیم، همش که کانترکشن رخ نمیده. مثلا فرض کنید داریم میدوین، وقتی داریم میدوین وقتی قدم برمیدارین ماسلتون کانترکت میشه، قدمتون که برداشتی ماسل ریلکس میشه برای کانترکشن بعدی. چون اگه یه راست پشت سرم کانترکت کنه اصلا پاسیبل نیست. اگه یادتون باشه ما یه رفرکتوری ریلکسیشن ماسلا رو داشتیم، یه ابسولوت ریلکسیشن ماسلا داشتیم که حتما باید انجام میشد. پس بعد هر کانترکشن ریلکسیشن ابلیگیتوریه. حالا میتونه زمانش کوتاه‌تر شه. حالا تو این مدتی که کانترکت و ریلکسیشن رخ میده، در واقع بلاد فلو زیاد و کم میشه. دقیقاً هم تو این شکلی که میبینید وقتی کانترکشن میشه بلاد فلو زیاد میشه، بعد بلاد فلو کم میشه، بلاد فلو زیاد میشه، بلاد فلو کم میشه. ولی بعد از اینکه ورزش ما تموم شد، این بلاد فلو آروم آروم کم میشه. یادتون باشه من گفتم مثلا آدنوزینه بیشتر باعث ویزودایلیت میشه. پس وقتی اون اثر کانترکشن هم رفت، هنوز یه میزان ویزودایلیشن هست و یکم طول میکشه که این ویزودایلیشن رخ بده. واسه همین خون هنوز تو ماهیچه هست. پس چی میشه؟ ما این کانترکشن داره از بین میره ولی خونه هنوز اونجای، در نتیجه بلاد پرشر یه دفعه افت میکنه. واسه همین میگن که وقتی دارین ورزش سنگین میکنین، مثلا دارین رو تردمیل با سرعت 12 میدوین، یه دفعه قطعش نکنی یا از تردمیل نیاین پایین، یه دفعه تردمیل رو خاموش نکنی، چون باعث میشه فینت کنی، چون بدنتون تنظیم شده که این خونه رو بفرسته تو ماسلا بعد برگرده تو قلب. یه دفعه شما ورزش که قطع میکنید، خونه هنوز تو ماهیچه است، داره اونجا رو سوپلای میکنه، این وینوس ریترنر رو شما یه دفعه دارین کم میکنین، خون به قلب نمیرسه، بارورسپتورها میفهمن یا طرف فینت میکنه. مثلا میبینید یه نفر که یه وزنه سنگین برمیداره بلند میکنه بعد یا میندازتش زمین فینت میکنه، بعضی موقع به خاطر ویزوویگال ریفلکس یا به خاطر اینی که خون به قلب نرسیده، پریلود به شدت اومده پایین. به نظرم همین کافیه واسه اسکلتان سیرکولیشن، ولی بدون این خیلی موضوع مهمیه چون ما میتونیم از روش فعالیت قلب رو بفهمیم. یه مثال کلینیکال میزنم این آخر کار که بیشتر بفهمید. مثلا بچه‌ای که به دنیا میان یا مثلا بچه‌ای که سنشون کمه و مشکل قلبی دارن، مشکل قلبیشون معمولا کانجنیتاله دیگه. کانجنیتال یعنی چی؟ مثلا دیواره بین دو تا بطن درست شکل نگرفته، در نتیجه کامیونیکیشنی بین بطن چپ و راست وجود داره. حالا
دکترها برای اینکه بخوام بفهمن مثلا این موضوع وجود داره از چند تا روش استفاده میکنن. یکی از روشاشون این که افترلود رو زیاد کنن. افترلود رو چجوری زیاد میکنن؟ مثلا به بچه میگن مایچه دستتو کانترکت کن. وقت کانترکت میکنی توتال پریفرال رزिस्टنس داره میره بالا دیگه. توتال پریفرال رزिस्टنس که میره بالا چه اتفاقی میافته؟ خون دیگه نمیتونه پمپ شه تو آرتا، در نتیجه شیفت میشه از لفت ونتریکل میره تو رایت ونتریکل. واسه همین یه سری تغییرات ایجاد میکنه که دکتر میتونه بفهمه که چه اتفاقی داره میافته. تو فیزیکال اگزامینیشن از این چیزا استفاده میکنن و گود لک. Like a dream she soon was gone, but her spell still lingers on. It was in a Persian